خوبی؟ شکر خوبم. تو خوب هستی؟ سلام کن وایفای بدن تو. بله بله سلام کن. یک دقیقه حالا میشنوی؟ الو عباس، من جواب دادم میگم تو کار کردن نمیتونی یا نه؟ برو به افغانستان برو. انا برو به بابا بگو که کی؟ میگه که من بیرون میکنم از اتاق. من کار کردن نمیتونم، به هر جا میرم بر بیرون میکنم از این جگاه. به بابا بگو انا من میام خورده مرز میکنم. سلام. بله گیدک میشنوی؟ صدا تو وایفون گنده میاد. نه خوبه. آخه دیوانه نه برو به یک جای به خود کار کو. با خدا بابا خبر شه که تو میای میفهمی اینجا به لنگات رو میشکنه. تو هم سر راه نمیده که داخل شی. نگاه دیگه که ما بفهمو. آخه تو پیش خود میگی نه یا ما به هر جا میرم من کار یک روز به یک ساعت دیر بیرون میکنم. تو میگی نه تو برو با بابا بگو بابا انا حال کله خورتیار کرده ساخو به کیف تکون کرده که حرکت میکنه گیلک میایه خور رد میکنه به افغانستان میاد دیکوت میکنه خور دیکوت میکنه. بابا جان من اینجا کار کردن نمیتونم. میگم تو شب و روز به تا اتاق خوی خوب نشومر به اتاق کسی نمایه چه کار کنم؟ گفتم نه یا گیلک نه یا بفهمیدی نه یا خرجی اتاق مر به چه نمیدم. خود تو کار کو خرچی اتاق خو بده. مگر بچه چه خرچی اتاق تو بده یا خرچ تو بده. ما بابا میگم منتا تو بابا دو میدانه به تو بگفتم. خب خدافظ. با بابا که بگفتم به تو زنگ میزنم. خدافظ. دیوانه شده تو به کجا پا خو بست میخ که دیگه بیکار کردن تو هم ایران هم میری کار نمیکنی. وای 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 خرچی اتاق رو بچه نمیده. تو مگر از کمر خود خواهد دستا اولی خود مگر خرچی دست خرچی اتاق رو پیدا کنی. تو باید کلی نداری که سرا رو محکم میزنی. نه کلی ندارم. که جیر یک گپی به تو بگو. میفهمی گیلک زنگ زده چی میگه؟ چی بگه؟ شکایت داره با چری؟ من بچه اتاق نمایه. من اینجا نمیتونم کار کنم. پولا خرچ من نمیدن. گفتم تو مگر خود تا دستا خود خرچ خور بده. میگه من نمیام. ما خورده مرز میکنه میایم. ما کسی کار نمیده. من کسی نمایه. من که به شما بگفتم. من که از اون روز اول گفتم 8 میلیون تومان بری از این خرج نکنی این ری نکنی. این به همین جگاه کار نمیکرد. این همین جگاه بیکاری بیاره که به اون جگاه هم رفته. اما آمده که پیدی که نبیده عرضه بوده. من نمیفهمم دیگه. میگه من خورده مرز میکنم. رزمرز میکنم. اومده هم میتردم کار بدیشون به همین چی کار کنم. با ری کردیم به ایران کار کنه. همین جگاه به سر چند تا کار 4 روز میرم 5 روز میرم 1 هفته میرم پس پدر بشو میگم بده تو رو به این کاری تنه این کاری تنه. حالی به اون ملک میگونه میتونه کار کنه. مردم دست از شکایت شهر و در سرا میامد. اونجا با کار میکنه. باشه بابا بیا برای بگم. میگه بابا بگو که ما خورده مرز میکنه میام. هر چی بزرگ تو نه که تو به سرا راه نمیده بابا. خیلی اون بابا قبول آنخوا کرد که بیای. چه بزرگ پولار اون روزا کم پولار برای اینا خرج کردیم. حسین علفان بعضا شد چرا هرچی که پاک میکنه سلوشو بیشتر علف میکنه چه میکنه بابا شما ریشم گوی شما بغدالی زیده اینه اشته بغدالی زیده اشته بغدالی زیده گیلک زنگ داده به عباس خوب کمر بچه خاله نمایم ما بگفتن تو بیکاری چه کاری میمیایم اینه آقا کردنم با کومه بچه خاله خود زنگ زی نی باش من زنگ زنم اشته اونو که میگم میایم فکر کنین که خودی اینا گپ زنیم اگه من دروغ گفتم بر بتم یه علفا لغت کنیم میگو
بله بابا. اینترنت میگم چی میگم از اون زنگ زی؟ خوبه بابا خوبه. یعنی زنگ میزنم با ایشون بابا. بله اشنم او شکر زنده باشین. قرار قراری ها شکر الحمدلله. طرف شما خیریته؟ شکر سلامت باشین. اشتن گیلا بابا شکر با گپای میشنون چی رقمه؟ چی گپای؟ تو میگن که گیلا که مای بیایه؟ به خدا ماما جانی همین دوستم ما میشه که بیاماده با اتاق پرده و اگه بزی میگیم یک ظرف بشور همین کار بکن 7-8 نفر هم به می اتاق می هیچ کاری هم نمیکنه. با سر کار هم که یک وقتی یک روز میبریم یک روز که میره به سر کار با ساختمان میگم من با ساختمان با 200 طبق و 5 طبق و اینا بالا نمیشون که میشم سرچرخه‌ای دارم. نه کار میکنه نه دیولی میتنه ای به هرچی بمونه ای به ضرر شمانه. انا اونا که من بیارم به گردنی تنباکو به خیر رای کنم دیگه به افغانستان. با کجا رای کنی؟ به گردنی تنباکو افغانستان شما بخیر. به تنباکو رای میکنی؟ خودیو؟ گردنی تنباکو جایی که مردم افغانستان نیایی که رو به افغانستان ردم عرض میکنن. یعنی اونجا تنباکو داره که خودی به تنباکو هم میستین رای میکنی دستیو؟ من تنباکو ما چکار کنم؟ جان اسم منطقه گردنی تنباکوه. تنباکو نداره. سرمزی گپا ما نمیشون رای نکنیم مالی. بگه منو کراخ کار نکرد. منو کار نکرده باید میگم که کجا پیل برن که کرای بودم با. و اینجا هم هرچی بمونه به ضرر شما باور کنیم. نه کار میکنه نه به سر کار هم هست که کار هست کی کار نمیکنه. بگه میر جامعی ببریم به نگهورونی. با خوب اتاق هم نه درس خوب کار میگیره نه سعی میکنه. اندیولی کار پول نداره که اندیولی ها خوب بده. اینا همه با تاون شما نخو. اینا میگن شما بدیم یا ندیم. ایدگل جان. بله. گوش کش که چی میگم؟ او جامعه یک نگهبانی چیزی کار سودی برای پیدا کنه میگه من شرکت ها و چیزا اونا شامل کنه دیگه میگه کار نگهبانی چیزی همین کاری که ما با بالا سر باشم یه انجام نمیده. کاری که کسی نباشه این شو روزی میتونه نگهبانی بکنه شما بگید. یعنی من چیکار کنم دیگه ولی رد میکنی که بیا که اینجا چیکار کنه؟ خب من از خدا خودم به چه حاله منه به خدا اگه کار کنه اینجور میبرم به سر کار میبرم با کارا خودم ما به خود با اتاق کارم نکنه. اندیولی خب برات کار کنه. مدت چی باید ای بیکار تا شما 6 تا شد به ضرر شما نخو اینجا باشه. من بدم درس باغ و باغچه شاید بتونه یک کاری بتونه بکنه ولی این چی به ضرر سایکو چی میگم؟ مدت کار نگهبانی چیزی برای پیدا کنه که از طرف ما خداحافظ. نگهبانی نمیتونه بکنه ما یا خبر دیگه این مرد نگهبانی نیه. خیر کار بکنه دیگه رای نکنه مال دیگه. خداحافظ. با گپ میزنی. خداحافظ. خداحافظ شما. بگی قد. سلام برس. خدا. چی رقمه گیر با اون رای میکنه خود میگم چکار کنم میگه تو کارای خودم کار نکرده. هنوزا بابا گردنم من پولا کارایی و بمونده. وای 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 خود تو به سر ساختم کار کردن نمیتونی به نگهبانی کار کردن نمیتونی اندیولی خود دادن نمیتونی پس چی بکردی پس چرا میرفتی بیرون؟ هیچی بابا دروغ نکردیم همین جگاه 4 تا میشی میخریدیم به جلوی میکردیم میره همون کارم کردن نمیتونه کاش که همون کارم بتونستی بکردی. نمیفهم بابا پاک دیوانه شدم از دست از اینو. بله جونم باشه بابا خوب گیرم من
باشه به دوردوگاه بودم به دوردوگاه به اردوگاه. اردوگاه آفرین. ها خب بابا جامعه کرایه تکسیر بیار که من وقت میشه بابا. بله همه کرایه مال بیار که وقت میشه. بده کرایه. کرایه اینا. گردن من باشه یک ریپی تمن ندارم من بده پول برای اینا بده سکر یعنی تو کرا خورم نوردی؟ بله ماما چندی میشه کرا شما؟ 600. ابا ماما این از ادرس کاله اونی که 600. از دروازه ملک بیا آوردم به سیاوشون. از دروازه ملک بیاوردی به سیاوشون. خب. از ادرس کال نوردی به سیاوشون. چند قدم راه آخه؟ برو عرض تو مغز سر تو خرابه میره دروازه ملک به سیاوشون آوردم 600 روپیه کرایه میشه زودتر بیار که من کار دارم. بس که برو به پیار خوب بگو. بابا اخ گیری کردم خودی از اینا. بیاین بابا. کرای خونه میگن 600 ریال. چند نمیشه کراتو لولو؟ 600. این را تران نوردی برو رو میاد مازندران نوردی. کاکاجو میره دروازه ملک بیا آوردم به سیاوشون. خوب البته سیاوشون نزدیکه. یعنی 600 کرای نه را؟ بله یا هم بچه من 600 به کار بکده به میسم و که تو 600 به کار میسینی از نه. والله دیگه این به من مربوط نمیشه که بچه شما 600 کار کرده یا نه 600 رو به خودی و گپ زدن کرایه میشه. چرا خودی نستینی پیار خوب بگردم که بیام اینجا میدی. خب بریم صدا کنیم که بستون من. برا به سرا را به برار خوب گفتن کرایه رو بده. با 4 قدم راه از میشه 4 قدم راه دروازه ملک. ساعتش به کرای اونه بابا. سیاوشون تا به دروازه ملک 4 قدم نه؟ نگو کاکاجو ما دروازه ملک تا به دام مستفیات به 300 روپیه میارم نفره. بله یا تو لیتر 70 روپیه. نگو بابا کجی سر در گرفتی؟ کجی بله برو میگم سرقی صدا کو که دیونه سرقی صدا کو که بیا. اما اول که مو آدم کنونه میدن خودی و گپ زدم. گفتم کرایه تو امیر زل بشه که گپ پینیه بیا بریم ما به در خونه میدم پولات. خوبه اونجا بانگیه. دیگه بانگی اونیه من نمیفهم. بله بابا چند گپ زدی تاکسی؟ کی؟ همین تاکسی چند گپ زدی؟ تاکسی یک 500 یک سدی از کجا آورد تو؟ کی؟ تو را کجا آورد؟ دروازه لگلگ دروازه ملک ها عقل کمال بخوری. تو هم گفتم کرایه خورم کار نکردی که کرایه خورم بدی. اشتکار کنه بابا فکر کنیم ما به ایران که برفتیم اینجا مردم همه مردم میگفتن تو اصلا اتچک رخصتی این که راست گفتم. انا بعدی انا ما برفتم ما میرفتم میده به چینگ ساختمان کته بودک ما میگفتم بیا تو بالاور شو من میگم که پیش میرفتم بابا ما چون چند صد طبق بود سیاه چریکی میکرد چیشا من گیج میشدم بابا نمیفتم یکم هر روز ما میگفتم تو بگی رخ بشید ما چون نون تیار کنم چون برو صبح بسو وقت من بعد نماز بابا باور میکردم برو بنینوی انا ما با تمنام نمیفهمیدم انا پیش ما با چی خاله میدگل بیشتر تمنام رو میجون ما به میستم ما 19 روز کار کردم 19 روز کار کردی یا؟ اونا خرجی اتاق شد یارمه آره باله من وقت میشه کرایه مر بدین که من میرم. خب بده کرایه دیگه ناله ما کجا بیارم؟ شما سر بگیرید که من چقدر کردم فلان. کرایه بده دیگه. ماما شلوار من نمی یارمه سر یلا کنیم ما کار دارم من لقمه نون بخوام گاری پیدا کنم به حساب مر بدین که من برم. آخه به اون سر دنیا حالی چند بودم برارمه؟ 600 روپیه چند بدیم خیرات 600 خیلی لولو 4 قدم راهه. بابا 300 بریو بده. عجب آدمی 300 بدیم فقط شما به من خیرات میدین. کاکا جو سرگردن تی 4 قدم راه وردی دیگه. منم 100 تا سیدی بس. بابا کسی خو کنه ما وقت من نگیریم 600 روپیه بدین که من میرم کار دارم. آدم نافهمی تو چی رقم آدم خودت تو گپ زدن باز حال چوب. بگی کاکا هم 4 تا سیدی خوبه. بگیر دیگه. یا 600 روپیه دیگه فدای سادگی از این 500 روپیه بده که من کار دارم. بگیر تومت نق مرگ مفاجاه برو دیگه. تومت نق مرگ مفاجاه اینه که اول به موتر تا بالا شد بفهمید که یا دیونگی 300 اصلا نمی 600 روپیه قیمت می موتر تو هسته فقط میگی لگن نخشویه برو دیگه کاکا جو برو یه نه برو دیگه. شما کدوم شما عقل کمال داره. برو دیگه خیر برو. ما سه نفر چی مدرمه وشیارم پیار وشیارتر برو کجی بریم بسرا بریم بسرا بریم چه چیه این موتر تو؟ بابا دیگه نباشیم از من دیگه من بیام آدم بخیر خوشی بابا بابا کلیای نگاه کنیم اینا دیگه چی؟ نه گردنم من باشه کلیا در اتاق تو نبا کلیا در اتاق ایران یادگاری بمونده عدلی برو جو عدلی خالی تو دیگه
در اتاق میگم بشکنن دیگه برام داخل اتاق دیگه نیه. بابا وای وای وای. اون دیگه بابا نه جاشمون خیلی جستیم بود. یک برفتیم بابا غواش رفتیم بابا غواش رفتیم بابا ایت باور کنی خوب یک فیلا بوده یار دبلینو مثل شما بود یک دبلتر بابا یک گوا و عشی بود بابا یک گرگا بود بابا مرغنین بود مرغنی بابا یک چیزا بود یک بابا غواش رفتیم منم تکا بابا سوار نمیشه بابا کپ چشمون هم تکا میام بعد نمیدونم ریش میگه میگو تو خود زبون خود گپ میزنی یا ایت چخه یاره بابا اگه شما میرفتی افسوس که اونجا بابا میگم کار کو تو کو خیلی کار کردی که با ما برو بابا چه کار کردی دیگه وای 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 وای